من ویتامین C هستم. منو قبل از صبحونه بخور. اول صبح قند خونتو تنظیم میکنم و نمیذارم هوس قند و شیرینی کنی. حتی یه شاعر گمنامی یه شعر بسیار زیبا درباره من داره که گفته بسی رنج بردم در این سال سی، تنها مزیتش این بود خوردم ویتامین C. من ویتامین دی هستم. من هم امگا 3 هستم. ما رو موقع نهار بخور. هورمون لیتیم رو تقویت می‌کنیم و باعث میشیم که زودتر احساس سیری بکنیم. تعریف از خودمون نباشه. اگه یه برنامه به اسم ویتامین ابدی بسازن، ما دوتا با اختلاف زیاد برنده میشیم. من ویتامین ای هستم. منو بعد از نهار بخور. جلوی آسیب به سلول‌ها رو میگیرم و نمیذارم پوستت خشک و چروک بشه. اگه دوست داری مثل دوالیپا جیگر بشی، از من غافل نشو. من زینک هستم. 2 ساعت بعد از نهار منو بخور و یه چرت بزن. هورمون گرلین رو کاهش میدم و باعث میشم کمتر احساس گرسنگی کنی. عملکرد تیروئید رو بهتر میکنم و باعث افزایش سوخت و ساز بدنت میشم. من مگنیزیم هستم. منو قبل خواب بخور. نمیذارم هورمون استرس زیاد بشه و باعث لاغری شکمت میشم. چند سال پیش یه شاعر در وصف من آهنگ خوند. مطمئنم که شنیدین. میگه همیشه قبل خواب مکمل مگنیزیم بزن و زود بخواب. من مولتی ویتامین مینرال هستم. منو همراه نهار یا شام بخور. هر چی مکمل قبل از من دیدی رو بنداز دور. من 13 نوع ویتامین و 11 نوع مواد معدنی دارم. با خوردن من بدنت دیگه هیچ کمبودی نداره.